سلام، با کلیپ چهارم آموزش نقشه‌خوانی آیفون در خدمت شما عزیزان هستم. در این قسمت راجع به کریستال و پورت‌های ارتباطی بین آیسی ها می‌خوایم صحبت کنیم. البته در پایان قسمت قبلی وعده داده بودم که در این قسمت راجع به کریستال، دیود و ترانزیستور صحبت کنم، اما حجم مطالب این سه قطعه زیاد شد و بهتر دیدم که مطالب کریستال رو در این قسمت بگیم خدمتتون و مطالب مربوط به دیود و ترانزیستور رو در قسمت بعدی خدمتتون تقدیم کنم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید تا ببینیم کریستال چه نقشی در مدار داره و توضیحات مفیدی هم راجع به پورت‌های ارتباطی بین آیسی ها خدمتتون بدم. کریستال در شماتیک به این صورت نشون داده میشه و شکل ظاهریش روی بورد هم به این صورت یک قطعه فلزی 2 پایه یا 4 پایه است. وظیفه کریستال تولید کلاک است. معمولا 3 عدد کریستال توی گوشی‌های آیفون وجود داره. یک کریستال اصلی داریم که به سی پی یو بخش اپلیکیشن وصله و کلاک اصلی سیستم رو تامین میکنه. سی پی یو از این کلاک هم برای عملکرد داخلی خودش استفاده میکنه و هم اون رو برای ارتباط با بخش‌های دیگه از طریق پورت‌های مختلفی که داره در سطح سیستم توزیع میکنه. کریستال اصلی معمولا یک کلاک 24 مگاهرتز تولید میکنه. سی پی یو برای استفاده داخلی خودش این کلاک رو با استفاده از ضرب کننده های فرکانسی که داره افزایش میده و به چند گیگاهرتز میرسونه. مثلا سی پی یو A12 که در آیفون های XS، XS Max و XR به کار رفته 6 تا هسته داره، 2 تا هسته 2.5 گیگاهرتز و 4 هسته با کلاک 1.6 گیگاهرتز داره. این کلاک ها از همین کریستال 24 مگاهرتز تامین میشه. کریستال دوم که روی مادربرد آیفون ها مشاهده میشه کریستال ساعت هست. این کریستال به آیسی تغذیه بخش اپلیکیشن وصله و یک کلاک 32.768 کیلوهرتز یا 32768 هرتز رو تولید میکنه. این کلاک برای تنظیمات تاریخ و ساعت گوشی استفاده میشه. کلاک کریستال ساعت در واقع توان 15 عدد 2 هست، یعنی 2 به توان 15. اگر این کلاک رو 15 بار تقسیم بر 2 کنیم یک کلاک 1 هرتز خواهیم داشت. کلاک 1 هرتز هم مبنای اندازه‌گیری زمانه، یعنی هر پالسش که شکل میگیره 1 ثانیه زمان میبره. 60 عدد از این پالس ها معادل 1 دقیقه میشه و به همین صورت ساعت هم قابل اندازه‌گیری میشه. کریستال سوم که در آیفون ها به کار رفته مربوط به بخش بیسباند هست و کلاک این طبقه رو تامین میکنه. کریستال بیسباند معمولا به آیسی تغذیه بخش بیسباند وصله و البته این مسئله توی همه آیفون ها صادق نیست. مثلا در آیفون 7 یا 7 پلاس از نوع اینتلش یا آیفون 8 و 8 پلاس باز از نوع اینتل کریستال بخش بیسباند به جای آیسی تغذیه به آیسی فرستنده گیرنده RF وصله. همینطور در آیفون X اینتل هم این مسئله صدق میکنه. توی این مدل‌هایی که اشاره کردم ما یک کریستال ساعت هم در بخش بیسباند داریم که به خود آیسی بیسباند وصله و از کلاکش برای GPS استفاده میشه. همونطور که در قسمت‌های قبل اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم آیسی های دیجیتال برای ارتباط با هم دیگه نیاز به کلاک دارن. در واقع کلاک یه شاخص زمانیه که تعیین میکنه چه تعداد پالس 0 و 1 داره بین آیسی ها رد و بدل میشه. بین آیسی ها معمولا پورت های ارتباطی وجود داره که از طریق اونا دیتا و اطلاعات ارسال و دریافت میشه. این پورت ها استانداردهای مختلفی دارن. به طور کلی میشه گفت این پورت ها به 2 دسته سریال و موازی تقسیم میشن. در پورت های سریال اطلاعات پشت سر هم ارسال میشن و در پورت های موازی اطلاعات 1 بایت روی چند خط به صورت همزمان و پارالل ارسال میشه.
حالا خیلی نمیخوایم وارد جزئیات بشیم چون تو کار تعمیرات خیلی به درد ما نمیخوره این موضوع، ولی خب یه آشنایی مختصر داشته باشیم بد نیست. ما پورت‌های ارتباطی با استانداردهای مختلفی بین آی‌سی ها داریم. به عنوان مثال چند نمونه که بیشتر تو گوشی‌های آیفون استفاده میشه میتونیم به I2C، I2S، پورت JTAG، PCIe، UART و SPI اشاره کنیم. پورت JTAG معمولاً برای ارتباط با CPU از خارج مادربرد استفاده میشه. دوستان تعمیرکار حتما با روش JTAG در ترمیم بوت گوشی‌ها آشنایی دارن. در این روش حتی اگر گوشی کاملا خاموش شده باشه و هیچ علائم حیاتی نداشته باشه، میشه از طریق پورت JTAG و با استفاده از باکس‌های مخصوص مثل ایزی JTAG به CPU وصل شد و بوت گوشی رو ترمیم کرد. البته روش دیگه ISP یا این سیستم پروگرامینگ هستش که مستقیما به حافظه گوشی که حالا بین تعمیرکارا به اشتباه به هارد معروف شده وصل میشیم و اطلاعات بوت گوشی رو رایت میکنیم، یا اینکه اصلا هارد رو در میاریم و مستقیم روی پروگرامر میذاریم و اون رو پروگرام میکنیم. تو گوشی‌های آیفون نمیشه از طریق JTAG به CPU وصل شد، چون همینطور که روی نقشه میبینید پایه‌های پورت JTAG زیر IC CPU قرار داره و نقطه اتصال خارجی نداره. ساده ترین پورت ارتباطی سریال I2C هست. مثلا CPU بخش اپلیکیشن از طریق این نو پورت به ایتوپیرام قسمت اپلیکیشن وصل میشه. در این نو پورت ما 2 تا خط ارتباطی بیشتر نداریم. یک لاین مربوط به دیتا و آدرس هست و یک لاین هم مربوط به کلاک. لاین مربوط به دیتا با SDA یا سریال دیتا و لاین مربوط به کلاک با SCL یا سریال کلاک نامگذاری میشه. از این پورت I2C برای ارتباط CPU با خیلی جاها در گوشی آیفون استفاده شده. شما هر جای نقشه عبارت I2C مشاهده کردید مربوط به همین نوع ارتباط میشه. همونطور که گفتم ما تو همه آیفون ها 2 عدد حافظه ایتوپیرام داریم که یکیش از طریق یه پورت I2C به CPU اپلیکیشن وصله و یکیش هم از طریق همین نوع پورت به CPU قسمت بیسباند وصل میشه. به عنوان یه مثال دیگه در اینجا سوکت فینگرپرینت رو داریم. ملاحظه میکنید که از یه پورت I2C برای ارتباط مسا یا فینگرپرینت با CPU استفاده شده که 2 تا لاینش با SDA و SCL مشخصه و در این طرف هم باز یه پورت I2C دیگه داریم که مربوط به مامبا یا 3D تاچ کلید هوم میشه. یا در گوشی‌هایی که فیس آیدی دارن در بخش دات پروژکتور باز یه حافظه ایتوپیرام وجود داره که از طریق یه پورت I2C به CPU ارتباط داره. الان با پروگرامرهایی مثل JCV1S میشه از ایتوپیرام موجود روی فلت دات پروژکتور معیوب رید بگیریم و اون رو رایت کنیم روی فلت جدید. اگر بخوایم باز مثال بزنیم میشه به ایتوپیرام موجود روی صفحه نمایش آیفون ها یا ایتوپیرام روی باتری و یا روی ویبراتور اشاره کرد. همه اینا از طریق یه پورت I2C به CPU ارتباط پیدا میکنن. پروگرامرهایی هم وجود داره که میشه موقع تعویض این قطعات از قطعه اصلی رید بگیریم و روی قطعه جدید رایت کنیم. پورت های دیگه هم که نام بردیم مثل I2S یا PCIe هر کدوم کاربردهای خاص خودشون رو دارن. مثلا پورت I2S یه پورت سریاله که معمولا بین IC های مربوط به بخش صوت با CPU بخش اپلیکیشن قرار داره و دیتای صوتی از طریق این پورت مبادله میشه. اینجا چند تا پورت I2S که CPU اصلی رو به بخش‌های دیگه وصل میکنه ملاحظه میکنید. یا پورت PCIe
یه نوع ارتباط سریال پرسرعت هست که معمولا بین CPU با بخش هایی که حجم دیتای تبادلی زیاد هست برقرار میشه. مثلا ارتباط CPU با IC نند فلش تو گوشی‌های سری جدید آیفون از این نوع هستش، یا ارتباط CPU با IC وای فای هم به همین شکل. البته ممکنه CPU از چند تا پورت مختلف برای ارتباط با یه IC استفاده کنه. مثلا اینجا ملاحظه میکنید که از CPU بخش اپلیکیشن هم یه پورت I2S و هم یه پورت UART به بلوتوث وصل شده. میدونیم که بلوتوث و وای فای هر دو در یک IC قرار دارن. این بخش پایین هم یه پورت PCIe هستش که مربوط به بخش وای فای میشه. پورت UART هم یه نوع دیگه از ارتباط سریال هست. همینطور SPI که توی گوشی‌های آیفون برای ارتباط CPU با بخش‌های مختلف ازش استفاده شده. مثلا اینجا تو آیفون 6s یه پورت UART برای ارتباط با استکهلم که اسم IC NFC هست استفاده شده. راجع به این اسامی هم که توی نقشه‌های آیفون زیاد باش سر و کار داریم، سعی می‌کنم در جلسات بعدی توضیحات بیشتری رو خدمتتون بدم. یه پورت UART هم اینجا می‌بینید که برای ارتباط با بلوتوث داریم، یا یه پورت UART دیگه این پایین برای ارتباط با وای فای استفاده شده. اینجا هم ملاحظه می‌کنید که یه پورت SPI داریم برای ارتباط با IC صوت، یا اینجا یه پورت SPI باز هست برای ارتباط با تاچ. اگه بگردیم از این نوع پورت ها زیاد میتونیم پیدا کنیم. توی همه این انواع پورت هایی که توضیح دادم ما حتما کلاک رو باید داشته باشیم. کلا توی نقشه هر جا عبارت CLK رو دیدین منظور کلاک هست که گفتیم سرچشمه همه این کلاک ها کریستال ها هستن. این مثال هایی که زدیم تا حد زیادی کاربرد کلاک رو روشن کرد و الان متوجه شدیم که کلاً کریستال به چه کاری میاد و کاربردش چیه. کریستال خیلی خرابی نداره و اگر مدار جانبیش دستکاری نشه یا در اثر مثلا آب خوردگی صدمه نبینه، مشکلی معمولاً براش پیش نمیاد. نکته‌ای که راجع به کریستال‌ها باید اشاره کنیم اینه که کریستال اصلی اگر دچار مشکل بشه گوشی کلاً روشن نمیشه. خرابی کریستال بیسباند باعث نو سرویس شدن گوشی و نداشتن بیسباند میشه. در مورد کریستال ساعت هم اگر این قطعه خراب بشه تنظیمات ساعت و تاریخ با مشکل مواجه میشه. در اینجا به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم. در این کلیپ کریستال رو مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که در چه جاهایی به کار میره. با پورت‌های مختلف که در واقع گذرگاه‌های اطلاعات بین IC ها هستن آشنا شدیم. در بخش بعدی که به زودی منتشر میشه دیود و ترانزیستور رو مورد بررسی قرار میدیم. حتما این آموزش‌ها رو با دوستان همکار خودتون هم به اشتراک بذارید و ما رو هم از نظرات خودتون بی بهره نذارید. موفق باشید. خدا نگهدار.